آیا شخص عاطفی شما رو دوست داره؟ باید بگم که بله، ایشون به شما علاقه‌مند هستش. اما در حال حاضر بین شما کدورت دیده میشه. ممکن هستش شما یا ایشون تو این رابطه به همدیگه تعهد نداده باشین و دلیل این تعهد ندادن ها لج و لج بازی بوده باشه. اما این شخص شما رو دوست داره و همچنان به شما فکر میکنه. این شخص رو میبینم که در رابطه میخواد با سیاست برخورد کنه، اما شخصی مهربانه و ممکن هستش متولد مرداد و یا آذر باشه. این فرد به سمت شما یک قدم احساسی برمیداره، اما هنوز اختلافات حل نشده بین شما میبینم. برخی از شما این رابطه رو قبول نمی کنید، اما این شخص همچنان به تلاش خودش ادامه خواهد داد. اما ممکن هستش که شما همچنان نسبت به این شخص گارد بگیرین و نتونین این شخص رو ببخشین، چرا که برای شما میبینم دلیل جدایش برخی از شماها ممکن عدم صداقت و یا خیانت بوده باشه. اما باید بدونین که این شخص این بار برای جبران گذشته باز خواهد گشت، چرا که معنای دوست داشتن واقعی رو با شما تجربه کرده و کسی هستین که ردی از عشق در قلب اون به جا گذاشتین. اما این تصمیم کاملا با شماست. اما برای برخی دیگه از شما میبینم که از بلا تکلیفی و دودلی نسبت به این شخص در میایین و به این شخص یک فرصت دوباره خواهید داد. اما این فرصت دوباره برای شما تعهد و شروعی نو در پی خواهد داشت.